خانه فراز در حال خشک شدن و قاری با موجودی وحشتناک در زیر آن پیدا شده. همین چند روز پیش گروهی از کاوشگران محلی برای انجام اکتشاف به سمت رودخانه فراز که در حال خشک شدن است رفتند و شروع به جستجو کردند که یکی از آنها متوجه شکاف کوچکی شد، درست در سواحلی که قبلا توسط آب پوشانده شده بود. سپس این گروه شروع به حفاری شکاف کردند و دریافتند که ورودی شبکه‌ای از غارها مستقیما در زیر رودخانه است. آنها بلافاصله در مورد بازگشت و تماس با پلیس بحث کردند، اما تصمیم گرفتند به راه خود ادامه دهند. سپس صدای زنجیر را شنیدند و چند ثانیه پس از دیدن آن موجودی به ظاهر شیطان با زنجیر بسته شده بود که تونل غار را مسدود کرده بود. چشمانش قرمز و از گرسنگی میسوخت. ارتفاع آن تقریباً 5 متر بود و هیولایی کاملا وحشتناک بود. کوشگران در نهایت با ناباوری کامل از چیزی که تازه پیدا کرده بودند به سرعت به سطح زمین برگشتند. خوشبختانه کاوشگران موفق شدند همه اینها را روی دوربین‌های خود ضبط کنند که خانه